برنسات ستاره سریال عشق ممنوع از اینکه همه دارن تو زندگی خصوصیش دخالت میکنن خیلی عصبانیه. ویدیو امشب در مورد برنساته که میدونم خیلی دوستش دارین. برای شنیدن اخبار ویژه سلبریتی های ترکیه حتما با سلبریتی سودا همراه باشید. برنسات زیبا ستاره سریال عشق ممنوع در سال 1984 تو آنکارا به دنیا اومد. تو دوره دانشجویی در برنامه‌ای به اسم تورکیه‌نین یıldızları یعنی ستاره های ترکیه شرکت کرد و توی این برنامه تونست مقام دوم رو به دست بیاره. اتفاقا توی همون برنامه یکی از افراد پشت صحنه استعداد و ظرفیت برن رو کشف کرد و این گونه بود که درهای دنیای هنر به روی برنسات باز شد. اون در سال 2004 تو اولین سریالش و در سال 2005 تو سریال آشکا سورگون بازی کرد. برن در این سریال با ماهسون خواننده بزرگ و معروف همبازی شد که البته موفقیت و موقعیت بسیار بزرگی برای بازیگر تازه کار به حساب می اومد. تو سال 2008 تو فیلمی به اسم درد پاییزی نقش اصلی رو بازی کرد و برای اولین بار روی پرده نقره‌ای خودش رو نشون داد. اتفاقا تو همون سال تو سریال جنجالی عشق ممنوع بازی کرد و یکی از نقش‌های اصلی و کلیدی سریال بود. منتقدان بعدها اعتراف کردن که انتظار چنین بازی عمیقی رو از یه بازیگر نسبتاً تازه کار نداشتن، ولی برنسات به خوبی تونست جواب اعتماد کارگردان رو بده. زوج بهتر و بهلول تبدیل به یکی از جنجالی ترین، پرطرفدارترین و البته ماندگارترین زوجهای تاریخ تلویزیون ترکیه شدن. تو سال 2010 صدا پیشگی رو هم تجربه کرد و توی 3 فیلم به جای کاراکتر باربی صحبت کرد. اما سریال عشق ممنوع تنها موفقیت برنسات نبود، چرا که تو سالهای 2010 تا 2012 با کاراکتر فاطمه گül به تلویزیون برگشت. فاطمه گül هم مثل سریال عشق ممنوع جزو سریال هایی بود که حسابی توی ایران طرفدار پیدا کرد. شما کدوم یکی از این دوتا سریال رو بیشتر دوست داشتین؟ حتما برام بنویسید. یکی از نقش‌های موندگار و به شدت متفاوت برنسات توی سال 2013 توی فیلم اقتباسی بنیم دونیان بازی کرد و حسابی توجه رو به خودش جلب کرد. برن در نقش یه دختر کرولال بازی کرد و منتقدان یک صدا تایید کردن که برن ارزش اعتماد کارگردان‌ها رو داره. برنسات همچنین تو سریال حریم سلطان هم ایفای نقش کرد و تو ژانر تاریخی هم استعداد خودش رو نشون داد. اون با بازی در فیلم فصل کرگدن ایرانی با بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی خودش رو تو عرصه بین‌المللی هم مطرح کرد. بگذاریم که منتقدا در این مورد زیاد مهربون نیستن و معتقدن دلیل انتخاب ساعت صرفاً علاقه ایرانی‌ها به این بازیگر در نقش بهتر بوده. برن با کنان دولو آهنگساز ترکیه‌ای ازدواج کرد و عشقشون بسیار پرشور و به همون نسبت هم بسیار پرفراز و نشیب بود. در واقع شاید جالب باشه که بدونید برن چند ساله بیشتر به خاطر این رابطه و فراز و نشیب‌هاش در معرض توجهه، نه به خاطر بازی‌هایی که انجام داده. خلاصه برنسات در سال 2014 در آمریکا با کنان دولو ازدواج کرد. بعد از مدتی به دلیل خیانت کنان این ازدواج به جدایی منجر شد، اما دوباره به هم برگشتن، ولی انگار شیطنت‌های همسر برن تمومی نداشت و اونا دوباره از هم جدا شدن، ولی خب بازم نتونستن بی خیال هم دیگه بشن. این افت و خیز همینجوری ادامه پیدا کرد و رسانه‌ها به شدت روابط اینا رو پوشش میدادن، تا جایی که برن خودش از این قضیه به تنگ اومد و گفتش که احساس می‌کنم داستان زندگی مشترک من دیگه ارزش خبری نداره و لوث شده. لطفاً کمی از ما فاصله بگیرید. جالبه که بدونید برن و کنان الان بدون ازدواج رسمی کنار هم دیگه دارن ازدواج میکنن. برن معتقده که ازدواج رسمی بیشتر باعث بروز مشکلات میشه و بدون ازدواج رسمی زندگیشون خیلی بهتر و راحت تره. یه مورد جالبی که در مورد برن وجود داره اینه که برنسات برخلاف اکثر بازیگرای سریال‌های عاشقانه ترکی که با نقش مقابلشون تو دنیای واقعی هم وارد رابطه میشن، هیچ وقت وارد رابطه نشده و ترجیح داد تو این مورد از حاشیه دوری بکنه. و البته همونطور که میدونید برنسات بعد از 10-11 سال با کمال تاتورتو دوباره در فیلم آخرین اعلام برای استانبول همبازی شد که برای طرفداران این زوج هنری بسیار خبر خوبی بود. انگاری برنسات برخلاف خیلی از همکاران خودش ترجیح میده کماکان به دور از حاشیه و در آرامش زندگی بکنه. حتی اگه به صفحه اینستاگرامش نگاه بکنید میبینید که فعالیتش توی این فضا به شدت کمه. طرفدارش به شدت پیگیرشن و حق خودشون میدونن که از اون و فعالیتاش خبر داشته باشن. اما برن با جدیت تمام از فعالیت‌های غیر ضروری در فضای مجازی خودداری میکنه.
خب نظر شما در مورد برنس‌ها چیه؟ آیا طرفدار خودش و بازی‌هاش هستین؟ کدوم یکی از نقشاش رو بیشتر دوست داشتین؟ حتما برام بنویسید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.